درود و خسته نباشی. طرز تهیه نشاسته که از گندم گرفته میشه ولی بسیار مقویه. چه چیزهای چه مقداری وسایل میخواد. این یک پیمونه نشاسته مرغوبه که ما خودمون نشاسته رو تولید میکنیم. خدمت شما که عرض کنم 30 دونه، یه قاشق گل بابونه، یه قاشق که اینو باید کاملا خوردش کنیم، میخوام درست کنیم. گل گاو زبونم به اندازه یه قاشق چایخوری، دونه زیره و یه قاشق، هم واسه طعمش خیلی عالیه، طعمشو برمیگردونه، هم واسه اعصاب خیلی خوبه، مقوی هم هست. خدمت شما که عرض کنم کنجیت خام، شکر به اندازه 3 قاشق واسه این مقدار پیمونه نشاسته، با 2.5 لیوان آب خنک، هم آب سرد که آبش لوله باشه، شیر باشه، مخلوط میکنیم. کلن قبل از که بذاریم رو گاز همش میزنیم، کاملا مخلوط که شد میذاریم رو شعله کم، با شعله کم 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 هم میزنیم، حدود 4 دقیقه تا 5 دقیقه یواش یواش هم میزنیم که به شکل مسختی در میاد که میشه به این شکل. حالا هر کی دوست داره به شکل‌های مختلف میتونه تزیینش کنه واسه خودش، خیلی عالی میشه قشنگ، حالا به سلیقه خودش. ما فعلا اینو درست کردم واسه نگاه قشنگتون که نشون بدم. بعد خدمت شما که عرض کنم بسیار بسیار مقویه، مخصوصا برای قوا جنسی و استخونبندی. واسه استخونبندی کسایی که باشگاه میرن ورزش میکنن یا دور از جونشون خدای نکرده تصادف کردن، شکستگی چیزی دارن، این فوق العاده مقویه. پر هم کلسیوم داره، خیلی چیزا، خیلی آهن داره، کلسیومه، بعد ویتامین دی داره، ویتامین سی داره، فوق العاده چند نوع مختلف ویتامین ها رو داره، خیلی فوق العاده است. این مقدار وسایل رو مخلوط میکنیم با هم، با امید خدا یه بار امتحان بکنین ببینین خیلی چیز جالبیه، خیلی هم خوراک خوبی داره، هم واسه مخصوصا عصرونه بشینی عصرونه خوری دور همی خیلی عالیه. اینم واسه نگاه قشنگتون، اینم گفتم حالا همون جوری که دوست دارین میتونین تزیینش کنین.